ما مایکرافت پلیرهای حرفه‌ای. من همینطور که میبینیم من هاتداگ هستم. چرا این فوکه داریم دقیقا زیر زده به من؟ یعنی بشین من هاتداگ هستم و یه یوتیوبر جدید و دوست دارم شما منو لایک و اشتراک کنید و به خاطر هم اینم من ویدیوهای زیادی میذارم. البته اگه چیزی هم من به ذهنم نرسه از شما کمک میگیرم. درست از شما کمک میگیرم تا بهم بگی مثلا چی کار کنم. و یه چیز دیگه، من در این چنل ویدیوهایی میذارم که خیلی خفنه، مثل هاردکور. من هاردکور میذارم. خوشم داره حرف منو تایید میکنه. هاردکور میذارم و یه چیز دیگه هم که هست اینه که من میرم ویدیوهای یوتیوبرها رو نگاه میکنم و چیزایی که انجام میدن رو تست میکنم تا ببینم اونا دروغ میگن یا راست میگن. البته من چیزایی که انجام میدم برای مایکرافت و بدراک، پس بیشتر بدراک و میتونی منو هاتداگ هم صدا کنی. هاتداگ من چیزای دیگه مثل پارکور، چالش یا هر چیز دیگه که بخواین داخل ویدیوم بگین چی بذارم یا چی نذارم. پس شما باید منو هم ساب بکنید تا منم بفهمم که شما من دوست داریم و ویدیوهای زیادی براتون بذارم. از کجا مریضه؟ چی شد؟ میسوس شد؟ ولی خب ویدیوهایی که میذارم خفن. پس شما حتما من اینو لایک و ساب کنید.